تو این ویدیو من میخوام 3 تا افزونه مرورگر فایرفاکس و کروم رو معرفی کنم که VPN هستن و در واقع بدون اینکه نیاز باشه که کل دیوایس شما تونل بشه و در واقع آیپیش عوض بشه، از VPN داخل مرورگرتون استفاده کنید. برای زمانی به کار میره که شما مثلا یک بازی باز دارید، یک برنامه باز دارید که نیاز بدون VPN کار کنه و در عین حال مثلا میخواین یوتیوب یا تلگرامتون رو کنارش باز داشته باشید. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. سلام، من کاوه هستم. اینجا یوتیوب تکمکه و اگر تا الان ویدیوهای کانال من رو دیده باشید میدونید که تکمک در مورد تکنولوژی، موبایل، لپتاپ و مسائل مربوط به اونها هستش، ترفنده و آموزش ها. و داخل این ویدیو هم من میخوام 3 تا افزونه فایرفاکس و کروم رو معرفی کنم که VPN هن و یه سری مزیت ها برای شما داره افزونه VPN که من در ادامه توضیح میدم کامل و این VPN ها رو معرفی میکنم و روش نصبش رو بهتون میگم. در مورد افزونه‌های VPN من چند تا نکته رو میگم و بعد میرم سراغ معرفی این افزونه‌ها. اولین نکتهش اینه که شما وقتی افزونه VPN نصب میکنید فقط مرورگرتون شامل حال این VPN میشه، یعنی IP فقط مرورگر شما عوض میشه. به عنوان مثال شما میخواین داخل یک سایت ایرانی لاگین کنید، مثلا یک سایت دولتی، حالا یک سایتی که شما با VPN نمیتونید واردش بشید و در این حال میخواین تلگرامتون رو داخل لپتاپتون باز داشته باشید. خب برای این کار شما لازمه که دیوایستون رو کلا با VPN وصل کنید و این باعث میشه که IP کل سیستم شما عوض بشه. اما با این روشی که من میخوام بگم، یعنی با این افزونه ها، شما میتونید که روی یه مرورگرتون سایتی که میخواین باز کنید و روی یه مرورگر دیگه مثلا تلگرام وب رو باز کنید، یا مثلا اسپاتیفای وب دارید و میخواین آهنگ گوش کنید و نیاز به یک VPN دارید، یا برای گیمرها که گیمشون بازه و میخوان از داخل یوتیوب یک آموزشی رو نگاه کنن و نمیخوان اتصال گیمشون با اینترنت قطع بشه و از سرور بیرون بیافتن و این افزونه ها در واقع برای این کار به درد میخوره. نکته دوم در مورد این افزونه ها اینه که امنیتشون مثل VPN نیستش، چرا که VPN ها رمزنگاری دارن و پروکسی ها ندارن و امنیتشون پایین‌تره. پس برای پرداخت‌های بانکی، کارهای که امنیت بالایی نیاز دارن، مثلا لاگین توی اکانت خیلی مهم، مثلا اکانت‌های ارز دیجیتال، صرافی‌ها و چیزی که براتون خیلی اهمیت زیادی داره، بهتره از این VPN ها استفاده نکنید. یا مثلا شرکت‌هایی که نیاز به هویت شما دارن و مطمئن باشن که شما ایرانی نیستین، به عنوان مثال پیپل، خیلی پیشنهاد نمیشه. اما برای شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام و یا هر شبکه اجتماعی که فیلتر هست یا سایتی مطلبی یا حتی یوتیوب، میتونید از این افزونه‌ها در واقع استفاده کنید. نکته سوم اینه که این افزونه‌ها در واقع برای کامپیوتر و برای موبایل نمیتونید ازشون استفاده کنید. اما فکر می‌کنم یک مرورگری هستش روی گوشی که افزونه‌های کروم روش نصب میشه که اگر تونستم این اپلیکیشن رو پیدا کنم، تستش کنم و دیدم خیلی کاربردش خوبه، من این اپلیکیشن هم توی ویدیو جدا معرفی میکنم و افزونه‌های مناسب برای موبایل رو در واقع در کنار اون هم معرفی میکنم. بریم سراغ معرفی یکی یکی این افزونه‌ها. افزونه اول افزونه زنمیت که زنمیت شرکت آلمانیه که در واقع مقرش داخل برلینه و یه شرکت VPN خارجی مثل همه شرکت‌های VPN دیگه و هیچ تفاوتی هم با اونا نداره. منتها اومده یه افزونه هم داده که پروکسیاش کار میکنه و شما میتونید ازشون استفاده کنید. خیلی از شرکت‌های دیگه هستن که پروکسیاشون پولی ان، افزونه‌هاشون، و خیلی هم هستن که از کار افتادن. اما زنمیت که از اونایی هستش که پروکسیاش مدام بروز میشه و هر موقع هم استفاده کردم کار کرده. البته این برای اینترنت من بوده که معمولا همراه اوله. اگر اینترنت دیگه دارید ممکن زنمیت برای شما کار نده. محیط کاربری افزونه زنمیت هم به این شکله. میرم داخل لپتاپم و محیطش رو بهتون نشون میدم. آیکونش یه حالت مثلثی شکل داره رو پایین که روش کلیک میکنید این VPN زنمیتون میاره. محیطش به این شکله. لوکیشنش هم رایگانش همین 4 تاست: آلمان، رومانی، سنگاپور و آمریکا. مابقیشون پولی ان. اگر نگاه کنید همشون یه قفلی جلوشون هست که پولی، اما اگر اکانتشو داشته باشین خب بقیه‌شون هم دارین. احتمالاً سرعت سرورهای پولیش باید بیشتر باشه چون خب افرادی که اکانت پرو یا همون پرمیومشو دارن قطعا کمتره. محیطش هم دقیقاً به همین شکل، هیچ پیچیدگی خاصی نداره. کافی روی این دکمه وسط کلیک کنید و همونجوری که می‌بینید وصل شده. حالا من یوتیوب رو سعی می‌کنم باز کنم دیگه، .comش هم نمی‌نویسم چون دارم با یه دست تایپ می‌کنم و یه سری کارا داره برای لاگین کردن به یوتیوب. چون من این مرورگر جدید دارم استفاده می‌کنم، یه یوزر جدیده
و به خاطر همین یه سری تاییدیه ها ازم میخواد برای اولین بار. همونجوری که میبینید یوتیوب باز شده، هیچ مشکلی هم نداره، میگه بیا یوتیوب پرمیوم بخر که من قصدش رو ندارم، ولی همونجوری که میبینید کاملا ویدیوها لود شدن، یه مقداری فقط سرعتش پایینه. افزونه دوم افزونه بروزک هستش، افزونه خیلی قدیمی که من حدودا 3 سال پیش باهاش فکر میکنم آشنا شدم. این افزونه یه مقداری نسبت به این دوتا افزونه دیگه رابط کاربریش ضعیف‌تره که اسمش هم بروزکه. بروزک هم مثل زنمیت 4 تا لوکیشن فری داره و مابقیشون پولیه که باید نسخه پروشو بخرید. بروزک نسخه پروشو من جایی ندیدم، اما داخل کانال‌های تلگرام معمولا نسخه پرو افزونه زنمت رو اکانتش رو میفروشن، اکانت کرک شده شو که قیمت حدودا 50-60 تومانی هم داره. حالا شاید بعضی جا گرونتر بدن، بعضی جا هم ارزان‌تر. حالا بریم سراغ محیط VPN بروزک و اونم آیکونش یک دایره مثل کره زمینه، مثل آیکون اینترنت میمونه و محیطش کمی از زنمت ساده‌تره. اولین بار که برنامه ران میکنید استارت VPN هستش که اینو باید روش کلیک کنید. خب همونجوری که میبینید VPN وصل شده، دکمه خاموش روشنش اینه و چنج آی پیش هم در واقع این دکمه چنج وسطه. لوکیشن های این VPN هم هلند، سنگاپور، انگلیس و آمریکا. مابقیش همونجوری که میبینید پرمیومه. یه سری تنظیمات هم داره که اگر بخواید میتونید انجام بدید. تا حالا من انجام ندادم ولی فکر میکنم میتونید یه سری تغییرات ایجاد بدین که مثلا یک سایتی رو کلا ازش برای VPN استفاده نکنه. من حالا یه تست میکنم، مثلا میگم ورزش3.com بعد از VPN استفاده نکنه. حالا تست میکنیم ببینیم کار میده یا نه. البته معلومم نیست کار بده یا نه، اما انگار که VPN غیر فعال شد برای این VPN، ولی برای مثلا سایت گوگل VPN همچنان وصله ولی برای ورزش3 غیر فعال. حالا نمیدونم چرا سایت لود نمیشه. حالا مهم نیستش، کاری به این نداریم، ولی خب صرفا خواستم محیط VPN رو آشنا بشین. هر کنم برای خودشون تنظیمات خاص خودشونو دارن. افزونه سوم و بهترین افزونه هم افزونه سایبرگوسته که من هر روز ازش استفاده میکنم. سرعت خیلی بالایی داره. ویدیوهای یوتیوب هم گاهی باش نگاه میکنم تا رزولوشن 720 بدون که هیچ لگ و مشکلی هم داشته باشه. سایبرگوست هم محیطش به این شکله، همونجوری که میبینید محیط خیلی ساده داره، مثل همون حتی اون تنظیمات بروزک هم نداره. باز 4 تا کشور رومانی، آمریکا، آلمان و هلند رو داره، یه دکمه وسطشه و این افزونه ممکنه گاهی اوقات با بروزک و زنمت مشکل داشته باشه و ناسازگار باشه. واسه همین اگر همچین چیزی رو دیدین معمولا می‌نویسه که مثلا یه ناسازگاری روی این VPN وجود داره، باید اون دو تا افزونه رو غیر فعال کنید و بروزک هم همین مشکل رو داره. بله همونجوری که می‌بینید نوشته بروزک رو من نمیتونم استارت کنم به خاطر یک ناسازگاری که با یه افزونه دیگه هستش که شما باید اینجا سایبرگوست رو یا ریمووش کنید یا اینکه برید داخل مدیریت اکستنشن ها داخل کروم و سایبرگوست رو کلا دیزیبلش کنید. و اینم 3 تا افزونه بود که من قرار بود داخل ویدیو معرفی کنم. اما حالا چجوری افزونه ها رو نصبشون کنیم؟ من آموزش نصب رو هم گذاشتم آخر چون خیلی هم میدونن افزونه چجوری نصب میشه، ولی اگر نمیدونید روش کار خیلی راحته. کافیه داخل گوگل اسم اون افزونه رو بنویسید. حالا هر چیزی میتونه باشه، میتونه یکی از این 3 تایی باشه که من گفتم، میتونه هر افزونه دیگه از هر شرکتی باشه و میین سرچ میکنید مثلا این سیت سایبرگوست، حالا کروم، چون من الان تو کرومم، ولی اگر فایرفاکس می‌نویسین فایرفاکس بعد یه کلمه اکستنشن هم اضافه کنید و همونجوری که می‌بینید صفحه اولی که میاره سایت گوگل هستش مربوط به کروم. وقتی باز میکنید سایت رو، سایت همین اکستنشن های کروم رو، یه دکمه اینجا داره به اسم اد تو کروم و الان ریموو فرام کروم چون من نصب دارمش، ولی خب ببین هشدار رو داد که این افزونه هستش ولی دیزیبل. اگر میخوای انیبل کنی روی این دکمه کلیک کن که منو احتمالاً هدایت میکنه به صفحه اکستنشن ها و اصلا کلا VPN رو کلا انیبل کردش، خودش دستوریش رو از طریق همون سایت افزونهای گوگل داد. داخل فایرفاکس هم به همین شکل احتمالاً دکمه اینستال یا اد تو موزیلا یا همچین چیزی باید داشته باشه که افزونه رو برای شما نصب میکنه. داخل کروم اگر میخواین افزونه رو این بالا همیشه داشته باشین، یه علامت پازل هست این بالا بزنید و افزونه ها رو اینجا میتونید پین کنید یا برشون دارید. 3 تا رو من حالا اینجا دارم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه و از این افزونه ها در آینده استفاده زیادی بکنید. اگر باز هم میخواین من افزونه براتون معرفی کنم، داخل کامنت ها برای من بنویسید، حداقل یه اوکی یه چیزی برام بفرستین بفهمم که افزونه ها کلا به درتون میخوره یا نه. تا ویدیوی بعدی